مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که مرد 30 ساله ساکن جماعت دهات ظفر نویه فرخور با گمان معاملات غیر قانونی شیره کمال دستگیر کرده شد. وزارت کارهای داخلی گفت بازداشت این ساکن فرخور هنگام گذراندن عملیات یکجایی کارمندان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان و کارمندان شرکت مینوفارم در نویه فرخور میسر شده است. از مرد دستگیر شده یک مقدار مواد بدبوی به شیره کمال مانند گرفته شد. موافق خلاصه تحلیلی کیمیاوی و فارماسیوتی مواد گرفته شده شیره کمال بدبوی بوده، وزن خالصش 2 کیلو و 200 گرم را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی نسبت به گمان برشونده بر اساس قسم یکم ماده 234 علاوه 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. این بند قانون همچون جزا برای معاملات غیر قانونی با شیره کمال جریمه به اندازه از 200 تا 300 نشان دهنده یا با کارهای اصلاحی به مهلت تا 2 سال را پیش بینی میکند. شرکت مینوفر که پیوندی های به شرکت سابق فراز مربوط به شمس‌الله صاحبوف داماد پرزیدنت تاجیکستان دارد، از انگشت شمار شرکت های در تاجیکستان است که حق جمع‌آوری شیره کمال را دارد. قرار معلوم جمع‌آوری و فروش شیره کمال را در تاجیکستان اساساً ساختارهای مربوط به شمس‌الله صاحبوف در دست دارند. نام شرکت مینوفر 2 ماه پیش زمان به سرخط خبرها افتاد که روز 16 مای امرالدین نخشوف پسر بوجه پرزیدنت با آدمانش به کارمندان مینوفر در نویه دنغره حمله آورده، در نتیجه حدود 10 نفر از کارمندان مینوفر جراحت برداشتند، از جمله 4 نفر کارت خوردند. امرالدین نخشوف را روز 27 مای دستگیر کردند و به ضدش با اتهام اوباشی بر اساس ماده 237 پرونده جنایتی گشودند. ولی مینوفر بعد این در یک شرح رسمی امرالدین نخشوف را بیگناه دانسته و گفت در این مناقشه شهروند نخشوف همچون شخص خلاص کننده طرفها اشتراک نموده جوانان را به بی‌ترتیبی ها راه ندادن دعوت میکرد. اما منابع آگاه میگویند اصل قضیه باز هم به مسئله زمین‌های جدا شده برای جمع‌آوری شیره کمال و عزم نخشوف برای دریافت سهم خود در این تجارت برمیگردد. بنا به اطلاع منابع رادیوی آزادی، زنازنی در محله هفتم مرکز نویه دنغره پس از آن رخ داد که سیاد غیاسوف نماینده شرکت مینوفر به درخواست شخصان فرستاده امرالدین نخشوف برای صاحب شدن به یک قطعه زمین جواب رد داد.